خب میخوایم در ادامه بحث ماشین القایی در رابطه با ولتاژهای القا شده صحبت کنیم. در قسمت قبلی نشون دادیم که زمانی که جریانهای پلیفاز متعادل یا بالانس در یک سیمپیچ توزیع شده پلیفاز برقرار میشه، یک میدان مغناطیسی توزیع شده سینوزوئیدی یا حالا دقیق‌تر بگیم کوسینوسی یا حالا مثلثاتی شروع به چرخیدن در فضای خالی اون ماشین میکنه. منظورمون از فضای خالی بین روتور و استاتور هستش. حالا گفته این اثر رو میتونیم به تصویر در بیاریم با استفاده از یک جفت آهنربای دائمی برای یک ماشین دو پل که اینجا ملاحظه میکنین که در واقع در این فضای خالی به چرخش در میان این آهنرباها و میدان مغناطیسی یا در واقع چگالی شار حاصلمون دارای توزیع سینوزوئیدی در این فضا هستش و حداکثر مقدار این میدان مغناطیسی در راستای مرکز قطب‌های در واقع مغناطیسی هستش. خب تو این شکل چیزی که نشون داده در واقع یه آهنربا هستش دیگه، این منظورش آهنربا هستش. خب این آهنربا رو شما اگر حول این محور شروع به چرخش بکنین در واقع انگار یک میدان مغناطیسی در حال چرخش ایجاد کردین. حالا این گفته یه جفت آهنربا، خطوط در واقع میدان یه آهنربا رو در نظر بگیرین. من اینو بیارم بالا این شکلو. خب در واقع شما این آهنربا رو وقتی میذارین در داخل اون دایره و میچرخونین یه میدان مغناطیسی در حال چرخش به وجود میاد که در واقع میدان مغناطیسی ما یا چگالی شارمون دارای توزیع سینوزوئیدی هستش و حداکثر مقدارش در راستای مرکز قطب‌های مغناطیسی هستش. حالا شاید گفته یه جفت آهنربا منظورش این باشه، مثلا از این روش استفاده کنیم. این جفت آهنربا رو در نظر بگیرین. اینو حالا بیارم بالا، اینجا بیارم، اینجا قرار بدم. خب اینو در نظر بگیرین. خب ببینین قطب‌های مخالف رو در واقع کنار هم گذاشتیم، S و N و دو تا آهنربای مثلا در واقع مستطیلی هستش. قطب S و N رو کنار هم قرار میدیم. بعد حالا این آهنرباها رو مثلا میاریم اینجا این شکلی قرار میدیم. خب یکشون اینجا قرار میدیم، خب یکشون اینجا، یکشون هم اینجا. این دو تا آهنربا رو به هم دیگه مثلا جوش میدیم یه جوری که موقعیتشون نسبت به هم دیگه تغییر پیدا نکنه. حالا شروع میکنیم هر دوتا رو با هم دیگه در حالی که به هم دیگه چسبیدن، جوش خوردن، میچرخونیم. خب در نتیجه یک میدان مغناطیسی در حال چرخش به وجود میاد که در واقع خطوطش تقریبا به این شکل هستن. این خطوطش هستن، این خطوطش هستش. خطوطش یه مقدار مرکزش شدیدتره دیگه. ببینین در مرکز در واقع در این قسمت ما خطوط رو با بیشترین تراکم داریم، یعنی بیشترین شدت میدان رو داریم. شاید منظورش این هستش از یه جفت آهنربا، وگرنه توی شکلی که در واقع یک آهنربا رو داره نشون میده. به هر حال خب این میدان مغناطیسی در حال چرخش باعث چی میشه؟ این میدان مغناطیسی در حال چرخش باعث القای ولتاژ هایی در سیمپیچ های فاز AA پریم، BB پریم و CC پریم میشه. سیمپیچ های سه تا فازمون میشه. چرا رفتیم بالا؟ در این سه تا سیمپیچ AA پریم به رنگ آبی بود. خب در واقع این سیمپیچ همون هستش که هر کدوم با یه رنگ نشون دادم. هر فاز رو، فاز A آبی، فاز B بنفش و فاز C هم قهوه‌ای هستش. پس این آهنربا رو اگر در داخل این شروع به چرخیدن بکنیم باعث القای ولتاژ هایی در این سیمپیچ ها میشه. حالا کاری نداریم که اصلا تو این سیمپیچ ها جریانی برقرار باشه، جریان سه فازی یا نه، یعنی چه جریان سه فاز برقرار باشه چه نباشه، چرخش این میدان مغناطیسی در حال چرخش باعث القای ولتاژ در این سیمپیچ ها میشه. خب فرمول هایی رو در واقع میتونیم برای این ولتاژ های القا شده با استفاده از قوانین القای فارادی به دست بیاریم. خب توزیع چگالی شار در
فضای خالی ما رو میتونیم با فرمول زیر مشخص کنیم. پس توزیع چگالی شار رو در فضای خالی خودمون میتونیم به این شکل بنویسیم. بی چگالی شار بی تتا برابر است با بی مکسیموم. بی مکسیموم خدمت شما عرض کنم که کوسینوس تتا. مثلا میگم در زاویه تتا برابر با 0 درجه ما در واقع حداکثر توزیع در واقع چگالی شار رو داریم. خب مورد بعدی شار فضای خالی برای هر قطب هست. شار فضای خالی با رنگ دیگه بنویسیم. شار فضای خالی، منظورمون همون فضای خالی بین روتور استاتور هستش، برای هر قطب هستش. 2 تا قطب داشتیم دیگه برای هر قطب که با فی در واقع پی یا پول نشون میده. فی پی رو کتاب به این شکل فرمولش رو نوشته: انتگرال کران منفی پی دوم تا پی دوم بی خدمت شما عرض کنم تتا، بی تتا در ال آر در دی تتا که اینو محاسبه کرده. چجوری محاسبه کرده؟ به جای این بی تتا اومده و بی مکس کوسینوس تتا رو قرار داده که من انجام نمیدم این کارو، و نهایتا 2 تا بی مکس ال آر به دست اومده. خب این ال و آر چی هستن؟ ال و آر در حد توضیحات کتاب این ال رو اول بنویسیم با همین رنگ. ال چی هستش؟ بذارین رنگش رو عوض کنم با رنگ سبز. خب ال در واقع طول محوری استاتور هستش. طول محوری استاتور منظورش این هستش، یعنی ما به این شکل که نگاه میکنیم میزان عمق رو نشون میده، میزان عمق داخل سفر رو نشون میده. مثلا یه دایره هم اینجا بکشیم اگر، خب بزرگترش کنیم، اینو در نظر بگیرین، این به اینجا وصل بشه، این هم به اینجا وصل بشه. خب این خدمت شما عرض کنم که کل استاتورمون باشه. منظور از ال در واقع این فاصله هستش، از اینجا تا اینجا هستش. آر چی هستش؟ اونجوری که در واقع برداشتی که من از کتاب کردم. آر گفته شعاع استاتور در فضای خالی هستش. شعاع استاتور در فضای خالی هستش. این هم در واقع آرمون هستش. این هم پس اندازه آرمون میشه. خب حالا این فرمول از کجا آورده؟ این بحث شار هستش. من حالا در حدی که خودم متوجه شدم این آرم پس به این رنگ بنویسیم، این آرم به این رنگ و این ال رو هم به رنگ در واقع سبز. خب اون چیزی که من متوجه شدم، ببینیم فرمول بحث شار، کلا شار برابر با چی بود؟ شار اولا یک کمیت اسکالر بود، در واقع برداری نیست، بر حسب وبر هستش، برابر است با اینجوری می نویسم B دات A ضرب داخلی کمیت برداری B و کمیت برداری A. A در واقع مساحت هستش، B هم که در واقع چگالی شار هستش. اگر یه سطحی داشته باشیم، مثلا همچین سطحی داشته باشیم، خب همچین سطحی رو در نظر بگیریم که حالا اینم کامل نشون بدیم. خب یه تیکه از این سطح رو من در نظر بگیرم، مثلا این تیکه، این باشه در واقع A مون، این باشه A مون. خطوط شارمون هم به این شکل باشه، خطوط در واقع میدانمون، خطوط میدانمون هم به این شکل باشه، به فرض کنین. خب خطوطی که از این صفحه عبور میکنن من نشون دادم، فقط بالای صفحه رو نشون دادم، پایین صفحه رو نشون ندادم. خب این در واقع فی برابر با بی ای کوسینوس، فرض کنین زاویه آلفا باشه. زاویه آلفا چه زاویه‌ای هستش؟ زاویه بین خط عمود بر سطح
یا بردار عمود برصد که با بردار واحد نشون میدیم n نشون میدیم و در واقع بردار b هم فرض کنید در ناحیه به این شکل باشه. خب این زاویه میشه زاویه، این زاویه باشه زاویه آلفا، این زاویه آلفا هستش. اگر خطوط در واقع عمود از سطح خارج بشن زاویه میشه 0 و فی ما برابر با بی ای میشه، اون کوسینوس آلفا حذف میشه. حالا شما اگر یه سطح کوچیک رو اینجا در نظر بگیرین، دی فی در واقع شار مربوط به اون سطح کوچیکی که من اینجا هم همون سطح کوچیک رو دارم. فرض کنید این سطح خیلی کوچیک باشه. اگر این سطح خیلی کوچیک باشه تقریبا میتونیم فرض رو بر این بگیریم که اندازه میدان در تمام اون سطح کوچیک یکی هستش. لذا میتونیم بنویسیم دی فی برابر است با بی. خدمت شما عرض کنم که دی ای بی دات دی ای، میخوام یه دات هم اینجا باید بذاریم، بی دات دی ای. حالا اگر از دو طرف انتگرال بگیریم چه اتفاقی میفته؟ از دو طرف من انتگرال بگیرم، اینو بیارم این ورتر که انتگرالم اینجا جا بشه. اینجا فقط سمت چپ یه فی باقی میمونه. فی برابر میشه با انتگرال، اصطلاحا ما به این میگیم انتگرال سطحی. با دو تا انتگرال نشون بدیم، حالا یا با شکل‌های دیگه هم ممکنه نشون بدن یا با یک انتگرال نشون بدن، اینجا اس قرار بدن. انتگرال سطحی بی دات دی ای به این شکل، این فرمول شار میشه. خب حالا این اینجا چه کار کرده تو این فرمول؟ من اینا رو پاک کنم. بی دات دی ای اینجا در واقع شار حاصل ضرب چگالیه. شار در واقع حاصل ضرب چگالی میدان مغناطیسی هستش ضرب در مساحت، از این جنس هستش. شار بر حسب وبر از جنس تسلا ضرب در متر مربع هستش. خب اینجا ببینین به نظر میاد که این قسمت در واقع همون دی ای مون باشه. حالا اینا رو کتاب توضیح نداده ولی اون چیزی که من خودم به نظرم اومد این در واقع همون دی ای مون هستش این قسمت. و چون ضرب داخلی شده این در واقع جزء عمودی ما با جزء عمودی سر و کار داریم. جزء عمودی در واقع بردار چگالی شار یا در واقع بی هستش که بعضی وقتا به این شکل نشون میدن. جزء عمودی بی هستش، به این شکل. خب حالا اینو ببینیم که روی شکل اگه بخوایم این دی ای رو نشون بدیم ببینیم میتونیم نشونش بدیم یا نه. البته اینا کتاب نگفته میتونین ردش کنین، ولی خب من خودم آدمیم که خیلی برام اثبات مهم هستش. تا جایی که بتونم دنباله در واقع روش به دست آوردن اون فرمول میگردم. خب اینجا L رو ضرب در R کرده. قبلش یه چیز دیگه بگم. این دایره رو در نظر بگیرین. این فرض کنین این زاویه دی تتا باشه، این دی تتا باشه. اندازه این قوس از اینجا تا اینجا، یعنی این قسمت از محیط دایره، این قسمت از اینجا تا اینجا، این مثلا دی پی باشه فرض کنیم. شعاعش هم آر باشه. در این صورت می نویسیم دی پی برابر است با آر دی تتا. درسته؟ دی پی برابر است با آر دی تتا. خب اینو پاک کنیم. خب اینجا یه آر دی تتا داریم. من با این رنگ دیگه بیارم اینو مشخص کنم. آر دی تتا، این آر دی تتا هستش. خدمت شما عرض کنم این آر دی تتا هستش، با این رنگ مشخصش کنیم. این آر دی تتا رو میخوام روی شکل نشون بدم. آر ضرب در دی تتا. آر دی تتا اینجا هم که ما نوشتیمش، بزرگترش کنیم. بذاریم اینو بزرگترش کنیم. آر دی تتا
عرضم به خدمت شما که همون دی فی باشه آر دی تتا. خب آر دی تتا این آرمون هستش، این آرمون هستش. دی تتا هم فرض کنین این باشه، زاویه در واقع بین این دوتا خط باشه، این باشه دی تتا، این زاویه باشه، زاویه بین این دوتا خط باشه دی تتا، دی تتا. خب بعد این فاصله باشه چی؟ این فاصله میشه چی؟ این فاصله از اینجا تا اینجا، این فاصله میشه دی در واقع پی دیگه، دی پی یا در واقع همون آر دی تتا، آر دی تتا، آر دی تتا. خب این آر دی تتا رو ما اینجا داریم ضرب در ال شده، آر دی تتا ضرب در ال شده. این عبارت رو میخوایم نشون بدیم روی شکل. این عبارت رو اگه بخوایم روی شکل نشون بدیم، خب یعنی دی پی رو ضرب در آر باید بکنیم، یعنی همچین مساحتی به دست میاد. با یه رنگ دیگه نشون بدیم. این مساحت میشه یه خطی از اینجا بکشیم، یه خط بره اینجا، یه خط هم بره اینجا. خب این میشه، خدمت شما عرض کنم که این میشه دی اسمون، آر دی ال در واقع ال این طولش ال هستش دیگه، ال ضرب داره، ال ضرب داره، اینجوری بنویسیم اگه دو طرف رو در ال ضرب کنیم، ال آر دی تتا میشه در واقع همون ال آر دی تتا، همون میشه دی ایمون، دی ایمون در واقع این مساحت میشه دی ایمون. خب اون جزء عمودی چگالی، جزء عمودی بردار در واقع بی، جزء عمودی بردار بی منظور جزء همون رادیالش هستش دیگه، جزء رادیالش هستش، یعنی اون جزئی از در واقع بی که به شکل عمودی از اینجا خارج میشه، یعنی به این شکل. خب مثلا بگیم اون جزئی از بی که در واقع زاویه 90 درجه با این سطح داره، به صورت شعاعی، به صورت شعاعی از این استوانه ما خارج میشه. خب حالا دیگه از این بیشتر فکر میکنم لازم نباشه وارد بحث جزئیاتش بشیم، بریم ادامه داستان رو ببینیم. خب حالا بیاین در نظر بگیریم، پس تا اینجا فرمولی که ما به دست آوردیم و یعنی کتاب داده این هستش، این فرمولی هستش که اینجا برای در واقع چی هستش؟ این فرمول شار فضای خالی رو برای هر قطب به ما نشون میده، شار فضای خالی برای هر قطب به این شکل. اینو بیاریم پایین تر بذاریم، شار فضای خالی برای هر قطب. خب حالا بیاین در نظر بگیریم که سیمپیچ های فاز ما در واقع سیمپیچ های دارای گام کامل هستند و دارای n تا دارای پس دارای گام کامل یا فول پیچ هستند و همچنین دارای n تا دور هستند، دارای n دور، دارای n دور خدمت شما عرض کنم هستند. یعنی چی؟ یعنی این که جوانب سیمپیچ هر فاز به اندازه 180 درجه الکتریکی با هم دیگه فاصله دارن، پس جوانب سیمپیچ هر فاز به اندازه 180 درجه الکتریکی با هم دیگه فاصله دارن که توی این شکل هم تا حدودی در واقع این قضیه مشخص شده. اینا رو پاک کنیم، این هم پاکش کنیم شکل ساده تر بشه. خب واضح هستش که میدان مغناطیسی در حال چرخش، هنگامی که این میدان مغناطیسی در حال چرخش شروع به چرخش میکنه یا در واقع قطب‌های مغناطیسی ما میچرخن، اتصال شار یک سیمپیچ هم تغییر پیدا میکنه، اتصال شار یک سیمپیچ یا لامدا هم تغییر پیدا میکنه. اتصال شار برای سیمپیچ AA پریم، اتصال شار برای
این سیم پیچ ای پریم چه زمانی به حد اکثر میرسه؟ زمانی که اومگا تی برابر با 0 باشه. پس اتصال شار این سیم پیچ ای پریم زمانی به حد اکثر میرسه که این اومگا تی در واقع به این شکل باشه، این اومگا تی برابر با 0 بشه. در این راستا اتصال شار حد اکثر هستش. به عبارتی میشه گفت که وقتی آهنربای ما، این آهنربای مستطیل ما به این شکل قرار میگیره، اتصال شار برای سیم پیچ ای پریم به حد اکثر میرسه و وقتی که اومگا تی 90 درجه هستش، یعنی اون آهنربای استوانه‌ای به این شکل قرار میگیره، اتصال شار به 0 میرسه برای سیم پیچ ای پریم. اتصال شار چی بود؟ اتصال شار برابر بود با ان فی. اتصال شار تعداد دور ضرب در واقع شار بود. خب اتصال شار سیم پیچ A، بنابراین اتصال شار سیم پیچ A که با لامدای A اومگا تی نشون میدیمش، لامدای A اومگا تی، اتصال شار سیم پیچ A به صورت تابعی از کوسینوس زاویه در واقع اومگا تی تغییر پیدا میکنه. برابر است با خدمت شما عرض کنم ان فی پی ضرب در کوسینوس اومگا تی، ضرب در کوسینوس اومگا تی. خب اینو اینجا بنویسیم. این برای سیم پیچ، رنگش رو به رنگ آبی در بیاریم چون سیم پیچ A هستش. و ولتاژ القا شده در سیم پیچ در واقع فاز ای پریم از روی قانون فارادی به شکل زیر به دست میاد. ولتاژ القا شده در سیم پیچ ای پریم که با ای کوچیک A نشون میدیم برابر است با دی فی A تقسیم بر دی تی که البته می منفی هم باید اینجا بذاریم، برابر است با خدمت شما عرض کنم از این نسبت به تی مشتق میگیریم، میشه چی؟ نسبت به تی مشتق بگیریم میشه اومگا ان فی پی، اومگا ان فی پی، ان فی پی خدمت شما عرض کنم که سینوس اومگا تی، سینوس اومگا تی، این مشتق اون بالایی میشه که برابر است با ای در واقع ماکسیموم، ای ماکسیموم در سینوس اومگا تی. خب ولتاژ القا شده در سایر در واقع سیم پیچ‌های فاز هم به شکل سینوسی هستن، اما نسبت به یکدیگر به اندازه 120 درجه الکتریکی اختلاف فاز یا جابجایی فاز دارن. پس ای بی رو هم بنویسیم، ای بی، اینا رو بیاریم پایین. خب این شکلی که در واقع اینجا آوردم، ببینین این قبل از اینکه اونا رو بنویسیم، این همون در واقع گفتم میتونیم شبیه سازی کنیم اون میدان مغناطیسی در حال گردش رو با دو تا آهنربا رو به این شکل به هم جوش بدیم مثلا، بعد اینا رو بیاریم بچرخونیم، به این شکل بچرخونیم، مثلا این شکلی بچرخن. خب موقعیتشون به این شکل بچرخن، در این صورت در واقع یک میدان مغناطیسی در حال چرخش به وجود میاد. خب که شکل خطوط در واقع میدانش رو هم مشخص ملاحظه میکنید. در واقع اونی که اون وسط فضای خالی قرار میگیره این خطوط میدان اینجا هستن که تقریبا حالت منظمتری، یک نواختری نسبت به جای دیگه دارن. خب بریم سراغ ای. از یک آهنربا هم که میتونیم استفاده کنیم دیگه، چیزی که توی شکل نشون داده در واقع یک دونه آهنربا هستش، یه دونه آهنربا هم که خطوط میدانش به این شکل هستن که ملاحظه میکنیم. ببینین این شکلی که اینجا ملاحظه میکنین، در واقع اون خطوطی که این وسط قرار میگیرن، خطوط این وسط در فضای خالی قرار میگیرن. این خطوط یه رنگ روشن‌تری بذاریم. این خطوط در واقع خطوطی هستن که در فضای خالی بیشتر قرار میگیرن. از این قسمت ما استفاده میکنیم، از این قسمت آهنربا.
و اینجا هم از این قسمت در واقع میدان مغناطیسی استفاده میکنیم. خب ای بی رو میخواستیم بنویسیم. ای بی برابر است با ای مکس، همون ای مکس قبلی هستش، بازم سینوس اومگا تی هستش به اندازه 120 درجه، جابجایی فاز بهش میدیم و نهایتا ای سی هستش. ای سی هستش که برابر است با ای مکس در سینوس اومگا تی منهای 240 یا به اضافه 120 فرقی نمیکنه. خب حالا برگردیم به این فرمول. این فرمولی که اینجا به دست آوردیم، این فرمول در نظر بگیرین. ای ای بود 5.23. خب از این فرمول خدمت شما عرض کنم که میخوایم بیایم و مقدار RMS ولتاژ القا شده رو به دست بیاریم. مقدار RMS ولتاژ القا شده ای اینو کپی کنم. مقدار RMS ولتاژ القا شده. خب با اینا کاری نداریم، اینو پاکش کنیم. مقدار RMS میشه مقدار حداکثر تقسیم بر مقدار RMS میشه مقدار حداکثر، یعنی این عبارت تقسیم بر رادیکال 2. پس ای RMS که برای در واقع هر سه تا سیمپیچ یکی هستش دیگه، فرقی نمیکنه، برابر است با اومگا n فی پی، اومگا n فی پی تقسیم بر رادیکال 2، تقسیم بر رادیکال 2 که به جای اومگا من می‌نویسم 2 پی اف فرکانس هستش، n فی پی تقسیم بر رادیکال 2 که برابر میشه با، اگر شما بیاین این عبارت رو محاسبه کنیم میشه 4.44 fn در فی پی. خب میخوام اینجا F در واقع فرکانس بر حسب هرتز هستش. این فرمول شبیه فرمولی هستش که برای ولتاژ القا شده در ترانس ها قبلا به دست آوردیم. با این حال فی پی در اینجا، این فی پی در اینجا نشان دهنده شار برای هر قطب از ماشین ما هستش. این معادله در واقع ولتاژ RMS رو برای هر فاز نشون میده. برای ولتاژ RMS برای هر فاز هستش که برابرند دیگه، با هم دیگه برابر هستند. خب n چی هستش اینجا؟ اینا رو پاک کنم خدمت شما عرض کنم که n در اینجا چی هستش. n در واقع تعداد کلی دورهای سری برای هر فاز هستش که در واقع این دورها تشکیل یک سیمپیچ متمرکز با گام کامل رو میده. در یک ماشین AC واقعی هر سیمپیچ فاز در تعدادی از شیارها در واقع توزیع شده. خب پس در ماشین AC واقعی قضیه فرق میکنه. هر در واقع سیمپیچ فاز در تعدادی از شیارها توزیع شده که علت این کار هم استفاده بهتر از آهن و مس و بهبود شکل موج هستش. برای چنین سیمپیچ توزیع شده ای EMF های القا شده در سیمپیچ های مختلف که در شیارهای مختلف قرار گرفتند در یک فاز، در فاز زمانی نیستند. پس در فاز زمانی نیستند و بنابراین جمع فازور این EMF ها، جمع فازور این EMF ها کمتر از در واقع جمع عددی اونها هستش زمانی که اونها رو میاییم و به صورت سری برای سیمپیچ فاز متصل میکنیم. خب حالا برای این مشکل میان از یک فاکتور کاهش یا KW، فاکتور کاهش، فاکتور برای حل این مشکل از یک فاکتور کاهش یا KW که بهش فاکتور سیمپیچی هم میگن، فاکتور سیمپیچی هم میگن،
استفاده میکنند. برای اکثر سیمپیچی های ماشین 3 فاز KW در محدوده 0.85 تا 95 صدم هستش. بنابراین برای یک سیمپیچ فاز توزیع شده ولتاژ RMS به ازای هر فاز برابر است با در واقع RMS برابر است با 4/44 همون فرمول قبلی F N. این دفعه N فاز نوشتیم، N PH در شار فاز ضرب در یک KW اینجا اضافه میکنیم اینجا. پس یک KW اینجا اضافه شد که فاکتور سیمپیچی بهش میگیم و نسبت به قبلی یک pH هم اینجا اضافه کردیم. خب در اینجا NPH چی هستش؟ NPH که اینجا با اون قبلی یه pH اضافه شده، در واقع تعداد دورها به صورت سری در هر فاز هستش. بسیار خوب.